سلام بچه‌ها، چطور؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه بچه‌ها. گردونه آوردن، گردونه سوفیا لژندری بچه رو اولی باگی. بچه این گردونه باگی داره و باگ حالا بهتون میگم. ببخشید بچه من بیرون، حالا اگه ماشین چیزی رد میشه صدای میاد عذرخواهی میکنم، واسه دارم بیرون ضبط میکنم. بچه اصلا وقتی که این کاراکتر رو بهم داد، یعنی رو کاراکتر که وایستاد گفتم یا خدا. اصلا ببینید خیلی این خیلی دوست داشتنی این کاراکتر، هم لژند سوفیا لژندری. اسکین خیلی اوکیه، من باش پلی دادم، حالا از صبح دارم باش پلی میدم، صبح گردونه رو زدم. ببینید بچه‌ها گردونه اینطوریه که ببینید شما باید روی چیزای مهم بزنید، چی بهش میگن اسم این چیزای مهم گردونه، گزینه‌های گردونه، چیزای مهم گردونه بزنید. ببینید به عنوان مثلا میزنید روی چی بهش میگن این ماستر، اسمش بذار ببینیم چی اسم این میذارید روی نایفش. حالا اسمش بچه نمیتونم کامل بخونمش. میذارید روی نایفشو همین کاراکتر گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس. بچه این اسکیپو حتما بردارید، حتما برش گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس. اینا رو که زدید روی ببینید گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس، گان کاراکتر دنس، روی کاراکتر که وایستاد حتما بزنیدش. او یه ماشین میبرد شانس ما. گان کاراکتر دنس رو زدید، روی کاراکتر وایسید، سری سی پی رو بزنید، سری بزنیدش. حالا تو دو سه تا اولی بچه‌ها این باگ استفاده کنید اگه بهتون داد که خب من رو اولی گرفتم، من خودتون می‌دونید رو اولی گرفتم و خیلی اوکیه دیگه. اگه این واقعا این بچه واقعا باور کنید صبح وقتی که روش وایساد یعنی جا خوردم، باگ داشت گردونه، اصلا مونده بودم چی کار باید بکنم واقعا. بچه‌ها گردونه ارزش داریه دیگه، میدونیم. حالا دوباره برگشته که بگیم درسته، ولی خب گردونش سوفیا لژندری دیگه. مثلا الان بخوام فولش کنم 5K و 880 تا فکر کنم 5K و 880 تا سی پی میخواد. خب 5K یعنی تقریبا حدود 1,500,000 تومان، خیلی گرونه. اینجوریه بچه‌ها حتما برید یه حالا دو سه تا بزنید، احتمالاً بهتون این کاراکتر رو میده یا نایفشو. حتما من که رو اولی داد خیلی هم راضی بودم. بچه‌ها اگه کاراکتر بهتون داد حتما توی کامنت‌ها بهم بگید. میبینمتون تا ویدیو بعدی. فعلا بای.